تفسیر نادرست آخوند از آیه قرآن. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تفسیر از امام اینه که این ماء معین حجت ابن الحسن العسکری، اون آب حیات که برسد این بذرها را در نفوس زنده کند، او امام زمان. بینندگان گرامی، آخوندهای رافضی که خود را نمایندگان اسلام ناب می‌دانند، تفاسیری از آیات قرآن کریم عرضه می‌کنند که در برگیرنده برداشت‌ها و تأویل‌های باطنی و نادرستی است که نه با معانی و مفاهیم و مدلول‌های لغوی همخوانی دارد و نه با سیاق و سباق قرآنی، و بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد تفسیری آیات را به دلخواه خود تفسیر می‌کنند و غلو و افراط آنها در مورد ائمه به درجه رسیده که می‌خواهند همه آیات قرآن را به ائمه ربط بدهند، در حالی که تفاسیر معتمد اهل سنت و همچنین تفاسیر معتبر شیعه چنین برداشتی ندارند. ولی آخوندها برای گرم کردن مجلس وعظ خویش از تفسیر قرآن برخلاف معنی ظاهری شرمی ندارند. مفسرین اهل سنت و همچنین مفسرین معتمد و معتبر شیعه این آیه را چنین ترجمه و تفسیر نمودند: مرا خبر دهید اگر آبی که برای شما نازل کرده ایم به زمین فرو رود و روی زمین آبی نماند، چه کسی بر روی زمین برایتان آب جاری می سازد؟ ناچار می گویند الله. پس چرا با الله کسی را شریک می سازند که توانایی جاری کردن آب بر روی زمین را ندارد؟ و ائمه تفسیر همچون ابن عباس رضی الله عنه و قتاده و ضحاک و دیگر مفسرین رحمهم الله آیه را اینگونه تفسیر کردند: